بهترین دیت ناشناسم با مرد شگفت‌انگیز و دختر شر با حجاب. از بلایند دیت متنفرم ولی ویو داره. چیکار؟ بی‌نهایت متشکرم که کانال من و این ویدیو رو انتخاب کردین برای دیدن. افش رو بینم. قبل از شروع هر چیزی من به فاطمه خانوم یه گل بدم. fucking simp. کی تو ثانیه اول ور داره گل میده؟ چی اون گوشه چی نوشته؟ چیهاب؟ شهاب. شما حتی ابراز محبت کردین برای منم گل. گلی که به این داده گنده‌تر هم هست. فکر کنم امروز حقوق گرفته واسه همه گل خرید. نه تنها سیمپه گی هم هست. همیشه اینجوری شما در هر جا تشریف برین با گل و اینها؟ نه جایی که انرژی مثبت باشه اینجوری. نه جایی که بخوام سیمپ باشم. چرا سیاه پوشیده همش؟ محرمه چون. مسلمان سیمپ گی. یه معرفی کوتاه و اولی از خودتون لطفا داشته باشین. پیام صادق 109 کافا. اندازه تعداد فالوورام فالوینگ داره فقط. فاطمه هستم، 23 سالم. What the fuck؟ کسی هست اندازه من فالوور داشته باشه؟ شیراز تهران چجوری در یک لحظه دو جا؟ چرا نمیتونم حرف بزنم تو این ویدیو؟ چه فاکتورهایی تو دیت اول براتون خیلی های اهمیته؟ بویی که اون طرف حالا داره بو گوه بدی. What the fuck؟ ایمجین بو گوه بدی. داشت من از تحویله میام گوه میدم همیشه. ما خوک پرورش خوک داریم. لورم بیا بری دی کلم. و مورد دومم ساعتشه. ساعتو خیلی دوست دارم. اوه چی هی دیدی آجی؟ و چرا از رو پیرهنم شیشتی که داره؟ try not to cringe and kill yourself. شاید باورت نشه اگر دیت اول اون دختر سی داشته باشه کنسله. سیسی واحد مایات نبود. قیافه دختره به خدا این از چیزا رو هم خود دخترها هم به کار نمیبرن این استفاده. گزینه دوم هر کسی که خیلی حرف میزنه اصلا نمیتونم. گزینه دوم حرف بزنه کنسله. گزینه دوم لال. ده 80 نمیپذیرم. تیک عصبی داره یارو. این گلو برگ. ناراحت شد. خب مثلا فرق 89 با 80 چیه؟ بابا کی داره زنگ میزنه وسط ریکورد من؟ بگو بنال زود باش. تا مرز اوکیه ولی تا مرز جلوتر که اوکیه، بره جلوتر. آره. نمی‌تونم. جلوتر دیگه بره بچه سال حساب میشه. دست خودم. چی یارو اومده میگه که من از دهه 80 بدم میاد، بعد میگه دست خودم نیست. مثل این میمونه من بگم از جی مستر بدم میاد چون دست خودم نیست. حالا چیا براتون مهمه که طرف داشته باشه؟ چی به چشم شما خیلی دختر باشه. اینو خوندیم بهترین دیت ناشناس با مرد شگفت‌انگیز و دختر شر با حجاب. سه ویژگی بارز اخلاقی که دارین چیه؟ من خیلی شیطونم، خیلی زیبا هستم. این چرا انقدر قیافه‌اشو اینجوری میکنه؟ دلم میخواد پاشم برم در خونه‌ش یه دونه بزنم زیر گوشش. معرفت تعیین نقطه است. بس 3 دقیقه فرصت داری شمارهشو بگیری. حالتون خوبه؟ الان میگه کنسل ادای خیلی بقیه. ممنون. شماره‌تون رو می‌خواست اصلا قصد مزاحمت ندارم. یه لحظه باز کن. یا که دیوار بینشون از چرا سعی میکنه پشتشو بکنه به این؟ اون یکی هم داره سعی میکنه بره پشت دیواره نگاه کن. داره تو چشش نگاه میکنه. نکنه دیوار بینشون نیست آجی. شاید ادیت. شاید ادیته. اینجوری تو همیشه میری به میگی خدا سلام که شماره‌تون رو می‌خواستم. واقعا واسه همین هیچکی بهت پا نمیده. موفقم بودی؟ آره کیسای خفن. شمارهشو میدی داده به کی؟ به اون مرد ریشویی که همیشه سر چهار را میشینه حتما. مثلا میری افق کوروش آخر سر ازت شما رو میگیرن. من قبول دارم شما مثلا شاید میگی من خیلی آدم با معرفتی ام و فلان، ولی اون موقع که معلوم نیستم تو دوباره باز کن. مگه این دوتا الان نباید با هم حرف بزنن؟ آره، چرا این چرا دوتا این رو داره؟ حرف میزنن؟ 5 دقیقه از ویدیو رو دیدیم 10 دقیقش این داره حرف میزنه. خب بذار اونا حرف بزنن. خب شما الان میگی سلام شما رو بگه سلام، نه آره. خدافظ. خدا. اگه خوشت اومده واقعا چی؟ میافتم دم خونه‌ش میرم دنبالش. مگه میخوای خفتش کنی آجی؟ این چی جوری 109 کا فالوور داره؟ من 66 تا ساب نیست. این مرده مرده کیه؟ مطمئنی یه چیز دیگه برات استریم نکردم؟ این اصلا چند تا ویو خورده همین که داری مالی مثل کی 182 هفته بعد ویدیوهای من 100 تا ویو میخوره. استایل مورد نظرتون برای پارتنرتون چیه؟ 100% کلاسیک. ای والا لخت. اون دیگه خیلی کلاسیکه. عصر حجر. چه قیافش رو نگاه کن. خیلی زیاد داره با قیافه ریاکشن نشون میده. فکر کنم یوتیوبر طرف. بابا بلاگر احمق همون اول که راست میگه اون اولش گفت بلاگره. باید هم ریاکشن نشون بده واسه. آلزایمر داری؟ آره دیگه روز کیفیت رو چی گذاشتم 1080 اصلا مانیتور 720 1080 استریم میکنه. نمیتونم یه دختر توپل دستشو بگیرم خداحافظ داریم تو خیابون بیایم، نداریم همچین چیزی. من آدمیم که دوست دارم تو خیابون راه برم، دوست دارم تو جنگل راه برم، تو طبیعت راه برم. تو جنگل کی شما رو مثلا میبینه؟ واسه من مهمه بالاخره یه راگونی روبایی چیزا میبینم. راگون آجی و قطاره. فرض کن اینا تو وسط جنگل باشن و یه راگون بیاد رد شه. آجی میگه اهمیت میدم
راه کنه منو با دختر توپل نبینه. حاجی تو چرا اینو لایکش کردی؟ راست میگی ببخشید. پوشش پارتنرتون براتون مهمه. بله. داره هی لختر میشه چرا؟ نگاه کردن زیاد بیش از حد به پارتنرم من اذیت. چادر نه مشکی. فیشیا. بتمن. این به زور آوردنش. آیا شما نقطه عطف خاصی تو زندگیتون داشتی؟ آره. مرسی. مهران مطمئن ایده جالبی بود. بدترین ایده ای که دادم بعد اینکه ویدیو با اسکورپو رو بگیرم اینه. منو قضاوت کردن و از اون به بعد من حتی دیگه ریاکشن هم نشون ندادم. داشت تو که هر 1 ثانیه یه بار داری ریاکشن نشون میدی. هر 3 ثانیه ایموجی میده. میشه ببینیم ویدیو رو؟ همه پسرا تو زندگیشون یه جایی میرسن پشت سرشون نگاه میکنن کسی نیست، نه برادری نه پدری. اون لحظه از پسره یا مرد میشه یا به شکستش ادامه میده. به شکست چطوری میشه ادامه داد؟ تو فقط در حالتی مرد میشه که پشتت خالی شه. اینو میگم به تمام دختر و پسرای سرزمینم که دارن تو این روزگار چنل رو ساب کنید. اینو می‌خواست بگه. حالا میریم جلوتر. شما یک دختر رو نمیتونی توجیه کنی که عزیزم هیچ کاری نمیکنم، دم به دقیقه میخواد ویدیو کال کنه. نه اصلا اینجوری نیست. اگه تو هیچ گوهی نخوری اونم این فکرا نمیکنه. تو با خر ماده نیز لاس نزنی. 5 دقیقه یه بار نری بگی میتونم شوهر تو داشت. سلام شماره. خوشحال شده خانمه. خوشحال شد. تتو یا پیرسینگ دوست دارین برای پارتنرتون؟ ریز. بله. ریز در چه؟ اصلا اونی که رو دستشه ریزه. اصلا چیه اون ساره است؟ بشقابای مادر بزرگم این شکلی بودن. کارهایی که خودم بهش پیشنهاد دادم کارهای خفن، جایی که خودش 10 پیشنهاد سال دادم. دیگه هم بله بذاری صحبت کنم قهقه زد. دوستان دیگه پا میشه میاد میره اینور. هر کشوری هم رفت طرف اجازه بگیره از دستش عکس بگیره، اون یه خانم اجازه بگیره. چقدر خفن. یکم قبل شما گفتین که حجاب و اینا خب مهمه. الان اون تتویی که حالا همه عکس حجاب- بگیرن میشه فقط پشت دست. حجاب صدو نگفتم خب دیگه تا جایی کجا که- مثلا؟ چرا زن دنبال دعواست؟ اصلا نمیتونم ریاکشن نشون بدم به این. هی قیافه‌شو میبینم ناراحت میشم. پارتنرتون در واقع دوست اجتماعی داشته باشه. جواب بده. اصلا. داجی قیافه رو دیدی؟ اصلا اصلا آقای آقای ههران در این حد اصلا گولو پر کرد. فکر میخواد به گو خوردی. چند دقیقه بزن عقب. قشنگ دقت کن به خانومه. کلا گفتم اصلا. در صدای یستانیه. بابا این زنه روانیه به خدا. اما اینکه چیزی به اسم دوست اجتماعی به نظر من بزرگترین دروغیه که یک انسان میتونه. آره برادر با هر کی که آشنا میشه میخواد بکنه. انگشتای دستتون از 10 امتیاز به من نشون بدین که تا الان تا اینجای برنامه با توجه به شناختی که نسبت به همدیگه پیدا کردین چه امتیازی به همدیگه میدین. دیت ناشناس و دختر کاسب BMW 5-7. حالا ازتون میخوام که با لایک و دیسلایک به من نشون بدین که آیا فکر میکنین طرف مقابل تا اینجای برنامه از شما خوشش اومده یا نه. بگین که تا اینجای برنامه شما آیا از طرف مقابل خوشتون اومده یا نه. 3 2 1. اصلا نظر شروع شه. قطعا که این خانم محجبه است آفرین. و جایزه میخواد بهم بده. ویرگولش جای بدی گذاشت. دلم برای اون گله میسوزه. هم دیگه رو ببینم و ما ریاکشنشون رو ببینیم با شمارش 3 2 1 من. 3 2 1. سلام. سلام. موقعی که پشت پرده بود بیشتر به آقا نگاه میکرد که تا الان که پرده نیست. حالا ازتون میخوام با توجه به اینکه همدیگر هم دیگه دیدین الان یه امتیازدهی نهایی ازتون میخوام با شمارش 3 2 1. 0. 2 تا اضافه شد. اون یکی اضافه شد. مهمترین قسمت برنامه و جذابترین و هیجان انگیزترین قسمت برنامه. هیچ هیجانی ندارم واقعا. بگن که آیا تمایل دارن دیت دوم با هم دیگه برن یا نه با لایک و دیسلایک. 3 2 1. لعنت بر اون کسی که بلایند دیت آورد ایران.